داده‌های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است. اطلاعات را دختری در اختیار ما گذاشته که با عبور از سنگین‌ترین پروتکل‌های سرویس مخفی آمریکا برای دیداری خصوصی با بارون در طبقه 58 برج ترامپ روبروی او نشسته بود. این روزها نقشه تردد روزانه بارون در آکادمی کنستانس میلستین در آدرس خیابان ال در شمال غربی واشنگتن دی سی پلاک 1307 متمرکز است. او هر روز با یک کاروان اسکورت از شاسی بلندهای تاکتیکی سیاه رنگ جابجا می شود. در محیط دانشگاه او حتی یک ثانیه هم تنها نیست. ماموران سرویس مخفی کت و شلوارها را کنار گذاشته و با پوشش لباس شخصی، هودی و لباسهای اسپورت در میان دانشجویان حضور دارند. این حلقه به قدری تنگ است که بادیگاردها در کلاس اقتصاد در ردیف آخر کلاس می نشینند. طبقات بالا به خوابگاه‌های دانشجویی اختصاص دارد. سویت‌های 4 و اتاق‌های تک نفره. نفوذ به این دانشجویان اولین قدم برای شکستن فاصله فیزیکی با بارون و اجرای عملیات است. بارون به شدت منزوی است. او هرگز شماره موبایلش را به دوستانش نمی‌دهد، اما هیچ کس نمی‌تواند کاملاً در سایه بماند. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. ارتباطات او دور از چشم ماموران به چت‌های صوتی و متنی در ایکس باکس ختم می‌شود و با دریافت نام کاربری همکلاسی‌هایش از طریق دیسکورد شبکه سازی می‌کند و ساعت‌ها در بازی فوتبال غرق می‌شود. اما این ایزوله بودن بزرگترین پاشنه آشیل اوست. نفوذ به حلقه اول اطرافیان بارون و اجیر کردنشان عملیات پیچیده‌ای نمی‌خواهد. کافی است یکی از همکلاسی‌های او با امنیت دیجیتال پایین مثل اینستاگرام یا لینکدین عمومی شناسایی شود و از طریق نام کاربری به پروفایل دیسکورد یا ایکس باکس او برسد. سپس با استفاده از API های عمومی ایکس باکس می‌توان بی آنکه بارون بویی ببرد لیست کامل دوستان مشترکش را استخراج کرد. حالا مهره‌های بیشتری برای پیشبرد عملیات در اختیار داریم. احتمالاً وقتی در حال تماشای این ویدیو هستید ما این کار را انجام داده ایم. مدیریت روابط اجتماعی بارون در دستان جوانی 19 ساله به نام بو لاودن است. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون. لاودن دقیقاً همان کسی است که ضیافت‌های شام و دیدارهای مخفیانه بارون را با چهره‌های مشهور نسل زد هماهنگ می‌کند. با این اوصاف جذب یک استریمر معروف فیفا، برقراری ارتباط با لاودن، دعوت شدن به مهمانی و در نهایت رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون Irán publica un video ofreciendo $10 millones por Barón Trump. La televisión iraní acaba de emitir este video, un video de 3 minutos titulado ¿Cómo y cuándo deberíamos desvivir a Barón Trump? En este video aseguran mostrar ubicaciones de la Universidad de Barón, residencias estudiantiles y los vehículos de custodia asignados por el servicio secreto. Prácticamente en este video los iraníes aseguran que tienen bien vigilado a Barón Trump, que saben todos sus movimientos y según todo esto están ofreciendo $10 millones por él. Netanyahu también mencionó que los iraníes intentaron desvivir a uno de sus hijos y mientras todo esto está pasando acaba de comenzar la mayor ofensiva económica en la historia contra Irán. Básicamente el gobierno de Trump le dijo al mundo, ¿están con nosotros o con Irán? El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó de la operación Paria Económica, un paquete de sanciones contra Irán. Básicamente van a hacer lo que se hizo en Cuba y Venezuela. Van a comenzar a aislar a Irán y además se van a ir contra los que los ayuden por debajo del agua. Mientras el ministro de Economía de Irán dice que pues están preparados. Pero ¿qué tal este conflicto sigue y sigue? Cuando comenzó todo esto se decía que en agosto iba a terminar, pero se ve que va para largo.